من به اون بیمارخانه‌ای که تو تولد شده بودی رفتم، یگان خیلی حجت پیدا نکردم. نبود. یا خدایا چی خیلی نبود بیتول؟ من هیچ چیز رو نمیفهمم. شاید برادرم را به یگان عائله دیگر داده باشن. من از کجا میدونم اکا؟ نه، غیر امکان است. من در خانه در این موضوع تماما هیچ چیز نشنیده بودم. چیزی نیست بیتول جان. اوف، پروا نکن، غمگین نشو. از اول هر دویمون بودیم، حالا هم هر دویمون میشه. این پروا نکن. دایی مادر برات میشن خواهر جان. میگویم در مسجد برای ما چراز. از پسم نایت رهایم کنید. این دامولای دیوانه باز از بیمارخانه گریخته است. بچه ها او را داشته نمیتوانند. به خدا حیف شد. خداوند رهایم کنید. دور شوید نگویم. چرا نمیفهمیده؟ هجری کمکم کن نگویم. دف شوید نگویم. هجری گناه دف شوید. کمیسر لوند بخیر است. در این جایها چی میکنی؟ من کمیسر رو نلو میکنم. اگر او رو دیدید حتما به ما خبر رسونید. فهمیدید؟ کمیسر رو میگویی؟ بله، اگر او رو دیدید به ما زنگ زنید، چون که با پلیس روی دادن وظیفه شهروندی شماست. نه کمیسر اونال گریخته است. متاسفانه سردارم گریخته است، ولی همش از پشت اون احمد شمشک شد. همونندی کلتکلاس رو میگویید؟ کدامانندی؟ احمد شمشک با کلتکلاس دوگانیک بودن. چه خیر؟ تو چی هم میگویی؟ البته برای همین سردارم احمد شمشک رو کلتکلاس خیال کرده به این احوال افتاده است. دیونه شده است. کار را ببینه. بعد کمیسر اونال مغزی دامولای دیوانه هم بجاشته است. پروا نکنید. از مسجد میخرم قاری ممرجه و میارم مسجدتون آباد میکنم. صبر کنید. من با شما فهموندم. با شما نمیفهمید مگر من با شما بار دیگر بگویم که من چند ایمامم. ایمامی حقیقیم من. برک گوشه به عقل پیش خودت نگاه کن. بیتول، سمی دیگر تو را غم نمیدهد همین خیلی؟ نه اکا، غم نمیدهد. خب یعنی صحبت کردید. خب مشکلی حل شد. بیتول، من باز از تو یک چیز خواهش میکنم. تو با زهرا مناسبت خوب داری همین خیلی؟ میگویم که با او خوردی یگان خی کرده احوال میلیس را پرسیده به من بگو. نفهمیدم. چی مگر میلیس در خانه تو زندگی نمیکند اکا؟ زندگی میکرد و یکی ناپدید شد. تلفنش هم خاموش است، جواب نمیدهد. چی شده باشه؟ تشویش شدم برای همین. خب که دختر به خانهش رفته است. به این هم میلیس در خانه‌ت ایستادنش درست است مگر؟ بیتول خواهرم، تو نمیفهمی. من ترس از آن دارم که یگان به عقلی نکند. برای همین تشویش شدم. ای خب نباشد چرا خودت رفته از زهرا نمیپرسی؟ اکا، باوری داری که نسبت میلیس احساسی نداری؟ چه خیلی احساس بیتول جان، از برای خدایی. اوف، من رفته کمی هوای تازه خورم. رهایم کنید. یاری رسانید. ای برادران، من دیوانه نیستم آخیر. روید یگان دیوانه دیگر را یابد. یا خدای دیوانه. من دو احساسیت هستم. یک سایه ایستید. من ایمامی حقیقی هستم. دف شوید، گم شوید. گفتم نمیفهمید. برادران، من دیوانه نیستم. من ایمامی حقیقی هستم. باور کنید. من ملایم. یا خدایا، راننده زود کس راننده نبود است. یا خدایا، دف شوید. نایید برادرم. مگه دیوانه هستی؟ من ایمام هستم. ایمام مسجد.
وای این همون دیوانه ما نیست مگر؟ ایست ایست گفتم ایست تو را میکشم تو را کی روان کرد گبزن آدمون سقراط امام را بیمارخانه بر وگرنه تو را میکشم اینجا بیا او را به ماشین سوار کنید زود باشید سقراط احمق وقتش رسید جوابی این را از تو میپرسم منتظر باش میآیم انتقام خوراک است که خونو کرده میخوری سقراط من آن خوراک را تا آن دمی که گرم کرده به نزدت نگذارم آرام نمیشوم مرا کشتن میخواستی اما تو را با آن ماشین مرده کشک میبرند عجلت را تا نفس آخرت از من انتظار شو توسکان اینجا بیا این چیست؟ نمیدونم سردار کلتکیلاس اینجا بوده است نقشه کشیده‌ات به کار نآمده است چرا به من خبر ندادی؟ سردار نقشه عملی میشد ولی در آخر یکی از ملاهای دیوانه با ماشین جنازه زده کلتکیلاس رو نجات داده است ملای دیوانه؟ کلتکیلاس رو کی در کجا محافظت میکند معین نیست باید با دقت باشیم او به مکانمان در آمده پیام گذاشته واهمه کرده میرود یگان تویت خبر نمییابید شاید از بینتان کسی او را محافظت میکند اما چی کاری که میکند او را میکشم بیرون برو جانم چه خیلی؟ خوش آمدی؟ خوش باشی خونوب خوردی مگر؟ کم ترکت چرا هیجان زده هستی؟ کدامش رو گم آن نشا برد احمد چیمشک برادر دوگانی کم سقراط باز اون نلی دیوانه خسته مرا نیتی کشتن دارد مرا کسی نجات میدهد ولی نمیدونم کی نجات هم میدهد برای میلیس هم تشویش شدم یکی گم شده رفت چی گپ از خودش جانم گوش کن چیزی باشد میتوانی به من بگوی نه یعنی چیزی مهمی نیست نیست؟ هیچ زهرا به تو یک چیز را گفتنم لازم اصلا میگویم مادر اصلا مرا از احمد جدا کردن نمیتوانید من به خارج نمیروم فهمو؟ میلیس باید اکنون آدمی خوفناک شده است باید که ما رویم مجبوران باید رویم مادر نمیفهمی هیچ کجا نمیروم تو هم رو گم شو رو گم شو چی؟ بله برادر دوگانه داشته؟ چی خیر؟ من هم نمیدونم همه حجت های بیمارخانه را دیدم کیش و تبارها را پرسیدم هیچ چیز پیدا نکردم
نفهمیدم. این خیل باشد؟ تو؟ بله، یعنی این خیل باشد؟ احمد شمشک میشوم، یعنی به جای برادر دوگانیکم احمد شمشک میگذارم. برای همین دیگر از کسی نمیگریزم. یعنی این خبری بهترین بود سیو. تو احمد شمشک هستی؟ نه جانم، این خیل نه. من البته که کلتکیلس هستم، اما در حجت ها نامم احمد شمشک، یعنی نامی برادرم احمد شمشک. من به جای او وای شدم. اوه جانم، خوب شد که به من گفتی. البته که من میدونم زیو. برای من احمد شمشک میشوی؟ چی؟ زهرا، اینقدر ابله بودنت رو نمیدانستم. تو چی ها میگوی زهرا؟ از برای خدا مرا بین، اگر بابایم فکر کند که تو احمد شمشک هستی چی میشود؟ من تو راحت و میخوریم. تو رو نمییابد. بیا من زهرایی، همین است راهی حلی یافتد. همین است مگر؟ یگان پیشنهاد داشته باشی بفرما. دارم. چی؟ باید باید خلاص شویم. چی؟ یعنی به یگان بیمارخانه. این کار حل می شود. این روی از نی اونر هم گفته بود. چی کار میکنی؟ به عقل با گپ‌های خنده‌آور این بیشرف نخند. فکری بد نه. به خدا راستش را گویم، من از حاضر تو را یاد کرده استادم. چی کار میکنی؟ یاد کردم میگردیم. این زیباست. خیر تو بازدید. شرفی ابله به مرکز سودا در آمده فکر کرده از من پنهان میشوی؟ آدمی بی عقل. دیوانه فکر کرده است که با این افتش مرا فریب میدهد. بیشرف افت خون قدر گور.
بگیر. چی شد؟ اوی لعنتی به شرف! راحت با آخر رسید به شرف! چی کار کرده ایستاده دیانگا؟ چی شد؟ به خارجه رفته ایستاده ایم. خورسندی کرده میگردی. نه یانگا از کجا؟ بسیار غمگین شدم یانگا. میلیس را از نام من سلام رسانید. میبوسمش. راهی سفید. اوه خدا رو شکر که از میلیس جانم خلاص شد. مسخره باز. اوف، از اون نل گریختیم. حاضر به خانه رفتن نمیتوانیم. در خانه آدم است. خانه زیبا بود است. قوطی پر از مکتوب. این خیلی خانه زیبا خالی استد و ما در کوچه آواره گردیم. اوباغ است اوباغ. لعنتی به شرف را باز از دست دادیم. به خانه رفته نمی شود. همه جا پر از پلیس است. فکری بد نکن. تو پلیس هستی. شیطان رو گوش نکن. چه خیلی پلیس ها؟ این خیلی که میشد پلیس ها از پس هم نمی شدن. از پشت کلتکیلس از پلیسی هم موندن. اوی نشم درست. یا خدایا چه خیلی خانه است. این چیزها رو بین هم شکل است. در این خانه کسی نیست. قطی پشت پر از مکتوب است. کلتکیلسی بیشرف عمرش رو در این جایها گذراند. یک دو روز من همیستم چی می شود؟ هیچ گپ نمی شود. چقدر از تو گریختم از عصبانیت خودش را نمیبخشد. تو کی هستی که مرا دستگیر میکرده ای؟ خیر رفته یگان چیزی براحت پوشم.
بیشرف. وقتی عوض کردن لباسهایم رسیده است. این خانه را بین وای بیشرف را از پسش دویده عاقبت به او مانند شدم. کاری کردت را بین. او مثل من در کشادن درها آنقدر دشواری نمیکشد، به بالا جهیده از تریز میبراید. لعنتی بیشرف. او کلتکیلسی بیشرف. دستگیرت کرده حتما تو را میکشم. حالا ایست. عمرم رو تلف دادی. من این ابله را هیچ نفهمیدم. گرسخته کلتکیلس 10 جان دارد. چی دارد؟ رفته کمی خواب کنم. بگاه این بیشرف را در یگانجا دستگیر خواهم کرد. اتاق خواب این خانه در کجا باشد؟ در پایان باشد؟ خسته شدم. چی گپ هست؟ چی گپ؟ صاحب خونه اومد چی؟ بلا زند. صاحب خانه اینجا بوده است.
سیلام در بالامون. خیر، سلاح را گرفته رفتن لازم. بینندگان عزیز، از جایتان نجومیده برای گوش کنید. در دکان‌های گوشتی که قانونی 36 سوم نرخ موندن، قصاب‌ها 38 سوم می‌فروشند. از ترازو زدنشون کم نه، باز استخوان هم نمونن. حیف شما قصاب‌ها. با تمام مردان تاجیکستان توصیه میدیم که برای بانوانشان مارگارین اونا را خریداری نمایند، چون با مارگارین اونا هر چیزی که پخته می شود از خوردنش اصلا سیر نمی شود. مارگارین اونا را از تمام مغازه‌های تاجیکستان می توانید دسترس نمایید. سلام برای لوین با مارگارین اونا پخت و پز می کند. دریافت لذت دلخواه نه همیشه به آسانی دست می‌دهد. این مزه و طعم خوب حتما چیزی را در قیافه و ذهنتان عوض می‌کند و شما نمی‌توانید که این احساس گوارا را پنهان کنید. از چای مرل هوا و اکبر. تو دقیقه راحت نگذاشتی منو، اما با تو جزایی میدیم که تا آخری عمرت فراموش نمیکنی. اوف، بسیار خنک شده است. تا با آنجا اونال از پسی من نآمده از هر جا باشد. بسیار خوب. استاد اونجا نغلطی جونت برویا. هجری؟ راستی گپ یک سوال دارم. هجری تو از کجا برآمدی؟ استاد سوال دارم گفتم. من چی میگویم تو چی میگویی هجری؟ خیلی پرس، هر چیزی که میپرسی زود باش. استاد بعض مردم هندوستان مرده هایشان رو میسوزانند کو. چی؟ مرده هایی رو که میسوزانند از آتش دوزخ آزاد میشوند؟ چی خیلی آزاد میشن هجری؟ این خیلی میشود مگر؟ اینجا سوختن که در اون جگان خیلی تخفیف نیست؟ هجری چی خیلی تخفیف؟ چون این نیست. تخفیف نیست. در این دنیا هر کاری که کنی در آن دنیا حتما جزایش را میبینی. یعنی اینجا سوختن در آنجا کمتر بخشش و تخفیف نیست؟ نیست هجری، چی خیلی برای آدمی سوختگی تخفیف میشود. پس چرا جسدهایشان رو میسوزونن؟ چی میدونم هجری، هر جا باشد آنها مرده ها را دوست نمیدارن. خیر، خدا از شما راضی باشد. خدا از تو هم راضی باشد هجری. استاد جانم مثل تیر جواب دادید. ماشاءالله. شب بخیر. شب بخیر. ماشاءالله فکر نکرده جواب داده. بیچاره مرده های سوختگی. خدایا این چه خیلی بچه است. بسیار تیز بوده است. استاد دوگانی که داملازیا بودنت را در محله نو شنیدم من. این حکمت خدا را ببین. رحمتی زیا را از دست دادیم اما به جای او دوگانی کش را روان کرد. شما هم استاد دین بوده اید به خدا. شما در عائله خوبی کلان شده اید که از عائله شما همه آدم های دینی میبراید. ماشاءالله.
استغفرالله. استاد از شما یک خواهش دارم. امروز بعد درستان با مسجد آمده کمی برآمد کنید لطفاً. ها نه امروز من کاری زیاد دارم. یکم وقت دیگر میکنیم جناب کنعان. یعنی امروز نمیشود. میلش. خب انشالله استاد. انشالله. بیا. بیا شوکت، چای استاد را نزدش گذار. از من را اینجا گذار. سلامت باشه. استاد با اجازت شما من اطراف مکتب را یک از نظر گذرانم بینم. یگان مشکلی نیست. یک تفتیش کنم استاد. با اجازه شما حاضر می آیم. تفتیش کردن لازم. در بالای کارم باید راستا باشم. من این پتی دیوونه را میپرانم. چی میگویی تو؟ با دختری که من عاشق هستم عاشق شده است. اوه، کنعان دیوانه هم با معلمه بانا عاشق است؟ مکتب رو برای امون خریده است. با خدا شوکت، این خیلی باشد کاری تو مشکل است. تو بانو را فراموش کن، دیگر از پسش نشو. چی میگویی؟ چخیل فراموش میکنم؟ برای من سلاح میابی در حال. سلاح میابی من کنعان دیوانه رو میپرونم. فهمیدی؟ یه شوکت دف شو از اینجا. یا خدایا مرا دیوانه نکن. برای بانو شده سلاح میافتن. یا خدایا من تو را گفتم برای من سلاح یاب تمام او را باید پرونم. تو نمیفهمی. چی مگر برادر من نیستی؟ یک بار خدمت گفتم اما خدمت کن. یک پستله اومدن اینجا. برادر این چی شده است؟ Сайда. Лабай. Сенан ро надиди? Дар ошёнаи поён дар назди ҳоҷатхона буд каме пеш. Аҳа. одами ифлос, бешараф, чӣ хел инҷо омадӣ? чаро ба ман занг мезанӣ? соҳиба дар куҷост? эй мусофед, аз ман чӣ мехоҳӣ? ту аз ман напурсида чӣ хел ба инҷо омадӣ? фикр кардӣ ки аз ман халос мешавӣ? ҳамсоли падарам ҳастӣ. шарм намекунӣ ту? пасти бешараф. зиндагиамро сиёҳ кардӣ. акнун маро ба ҳолам гузор. матрогӣ. ту аз ман ҳастӣ. аз ин дида мурданам хубтар аст. ту аз ман ҳастӣ. маҷбурӣ не, бо хоҳиши худат. асло ба наздам наоӣ модари дӯстдоштаатро, акаатро, чашмонамро напӯшида мекушам. фаҳмидӣ? либосҳоятро ҷамъ кун. ба акаат чизе намегӯӣ. ба ӯ бигӯ ки ба назди модарам меравам. ин шом ба назди соҳил биё. туро аз он ҷо мегирам. агар ба полис хабар диҳӣ, ҳамаатонро мекушам. модаратро, акаатро, ҳамаатонро. дар инҷо чиё бошадам? الو احمد التماس مرا نجات ده. احمد ملیس تو هستی؟ احمد بابایم نمیخواهد بخوره. مرا اینجا محکم کرده است. امشب مرا به خارج روان میکنند. مرا از اینجا نجات ده احمد التماس. ملیس در کجایی؟ در کجا بودنت رو میدونی؟ در خانه پیشینه بابایم هستم. ملیس
من خلاصی نداری به شرف. силоҳро овардӣ? овардам. аввал пулро ба ман бидеҳ. میدانستم که میایی. آخر تو دختری با عقل هستی. دستت رو گیر. تو را چه خیلی خوشبخت میکنم خواهی دید. تو را بسیار خوشبخت میکنم. تو چیکار کردی ها؟ با پلیس خبر دادی؟ قسم میخورم اما پلیس خبر ندادم. اما تو چی گفتم؟ حاضر من تو را میپرانم. استوی بدبخت. دیوانه است تو جانم باید خلاص شود. ایستا! به خدا رسیدی.
از دستم خلاصی نداری خزنده. چقدر خونی زیادش رفته است؟ 10 لیتر خون دارد. خزنده یبله حاضر تو را دستگیر میکنم. خودت رو غم نده هنر. این در را کشاده نمیتوانی. فهمیدی مرا؟ در را کشا به شرف لعنتی. تو را دانسته به اینجا آوردم. این خانه را پیشتر آماده کرده بودم هنر. خیر تا بازدید جنابی هنر. خودت را احتیاط کن. من چیکار کنم؟ خدا تو را زند. اوه اینجا بسیار بلند بوده است. من از اینجا گریخته نمیتوانم. بی شرف. شام بخیر. خواستم یک خبر دهم. سابق کمیسر که در کافتوکاب بود اونال در محله کرفیل بینای دینیز اتاق 35 بودنش را میخواهم خبر رسانم. من سن پاستنچی کمتر پس میآیم. در کجا بودن میلیس را باید یابم. این خون نیست. تورگوت میلیس را میبرد. با آلمان که رسیدی مرا خبردار کن. تورگوت تو میلیس را ببر زود. اطاعت آقای اکرم. همه کسا پیش من بیاید. زود بیاید. بینا را احاطه کنید. 5 نفر از این طرف 5 نفر از اون طرف. مراجعه تو در درون موسیقی بجا شو. انا مقتیچه. وای ابلهی چهار چشمه. 2 نفر اینجا استاد. ما 5 نفر با بولو میبریم. 1-2 پلیس بوزبلا را بیارید و دروش کنید. وای لیونتی لعنتی. من تو رو در افته در اندامد. همین دامی کجاله را زفر تخته سوختگه. کو زنگش بزنه کمی لیفتی بیرانش کار میکنه یا کی نه. همه پس لیون.
حضرت کی هستی؟ میلیس در کجاست؟ میلیس در کجاست؟ بیا تمام بزن. اکمنال بخشش همین در بکشین التماس. اوی لبتی چارچشم ما از پوستت دایره بسازم. بخدا رای گرز نداره، تمام بطلان در این پوشیده رای. سردارم خواهش بکنم در رو کشوید. همین در با اختیار خودت بکشو اکمنال. وجدانی خانم نمیزنم. تو همینجا بوده است. сардор қалтакелас ба унал дом андохтааст. хонае ки унал аст полисҳо иҳота карданд. агар уналро ба маҳбас баранд нақшаатон хатарнок мешавад. агар хоҳед рафта қалтакелас ва уналро гирифта биёрам. не саросима нашавед, мунтазир бошед. итоат сардорам. зуд противогазҳоро биёред. гази жижни мепартоед. дуд кӯдакҳоро партоед. ҳам марда каму чизое ки дуд мекунам партоед. дара тақтақ кун, яки мекушоям. سردارم تمام کفت دود کرد. اکاونال داره بکشو نفس ما گرفت. کجا هستی میلیس؟ در کجایی میلیس؟ میلیس؟